یا ایها الناس، ای تمام بشریت، قد جاءتکم موعظة، یقینا بفهمی، درک بکنی، به هوش بیایی، براتان موعظه آمده. موعظه، هر سخنی که تاثیر در قلب داره، به شرطی که قلب آماده پذیرش باشه، هر سخنی که انسان از کار زشت و غلط منع میکنه، او را به نام وعظ یاد میکنه. آیا از کتاب الله متعال کرده بزرگترین وعظ دیگه وجود داره؟ کلا قطعا نه. کتاب الله متعال است که هنگام تلاوت قلب نرم میشه، آخرت در یادت میاد، مرد در پیش روی پیش میشه، عذاب الله مجسم میشه در پیش روی توسط آیات قرآن کریم. اگر بزرگترین خطیب وعظ و نصیحت بکنه، هر قدر چیخ بزنه که آیت قرآن نداشته باشه، قلب نرم کرده نمیتونه. الله متعال قرآن کریم میگه که